بچه چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو جدید. من امروز اومدم بازی چیز کنیم دیگه. من بچه آمانگاس رو براتون بازی کردم. الان رفتم پارت 2 آمانگاس رو میخواییم بازی کنیم. حالا شاید بعضیتون بگید چرا سری میپری؟ همین این چیزا اوکیه؟ این چیزا همه چی اوکیه؟ همه چی اوکیه. خب همه چی اوکیه. خب بریم سراغ این ویدیوی جدید. میریم سراغ پارت 2 آمانگاس. هرچی این ویدیو رو لایک کنید. هیچی لایک نمی کنید. حواسم هست تو رو خدا لایک کنید. ببینید دارم اینجا می نویسم میگم لایک کنید. واسهش پرش ریخته بودم تو اونم کرده بود خدا گردو. حالا اون گردو هم نگرد لایک کردید. بریم سراغ ویدیو پس. آمانگاس بریم با هم بازی شروع کنیم. دادم میگه واسهش سبز خوردن گذاشته بودم واسهش بریم دیگه بعدش اونو آمانگاس بازی کنیم. شیرینی کرده داده من که خواستم و بچه من این که رازم هایدونه. آره گفتم من اصلا یه هفته هاش کنم گفت آخه فقط یه روز که ما استنبالی داشتیم دیگه واسه فردا نهارمونم نگه داشتیم. بعد دیگه حاج خانم گفتش که خانم امینی امروز من میخوام املت بخورم. گفتم حاج خانم هم حاج خانم املت داریم. این سراغ آمانگاس 5-6 روزه هر روز غذاشو فرستادم. گفتم گناه داره پاش ورم کرده. یو مدل آورد کنم اصلا نگو بگیم گفتم حالا فکر کنه اینم یه نفر. الان نور گوش بچه اگه ببینیم من دارم از اینجا از نور تبلت استفاده میکنم. الان تبلت دارم استفاده میکنم دیگه. این بازیامه معلوم میشه دیگه. و الان قرار داریم میریم سراغ ویدیو و بریم با هم شروع کنم. این پارت دوم آمانگاسه. بچه گفتم من این ویدیو رو پارت دومشو سریع از اون پریدم به پارت 2 برای اینکه پارت اول خیلی چیز بود. خودتون دید دیگه 4 تا پارت افتاده بود ویدیو کلا اصلا حالا به هم خورد. اینجا نور تبلت روشنه و میتونیم بریم باز. اون به حساب اومد باشه این به حساب دنبالش باشه. همه خوابیدن چند نفر که اومدیم نه بریم یه سرورایی که همه هستن الان میریزم بیرون. بریم یه سرورای جالب دیگه. بهش مشکل داری الان من دارم من دکتر تیشبم دکتر تیشبم. مشکل داره کلا نمیاره. حالا بگم ناراحت میشه. خانم بیا خورده نه بالا من دکتر تیشبم من دکتر تیشبم این میشه واسه مدم با همین تعدادی کم رفتیم بازی خدا رو شکر رفتیم بازی کنیم. بریم وایسی دقیقه برم توی جایی روشن. بچه بریم سراغ بقیه ویدیو. اینجا بودیم بله از همینجا گفتم دیگه پارت 2 یه دفعه چیز شد پرید کلا و خراب شد دیگه. آره بریم سراغ بازی. نمیدونم صدای بازی دارید بچه یا نه. من تصویر تو گوشمه. اینم از این
چه بد، اون دست رو از دست دادیم. خواستم سریع یه بنفش مشکیش اصلا نمیدونم. واو الان اینجا پرم بچه ها. بیارم سراغ بازی. خب بیاری دادش. چرا اینطوری کردم بچه ها. کفم مشکیک میاد میدونم. قرار یه اتفاق ترسناک برام پیش اومده. شوخی کردم. انگار اینطوری میکنم انگار یه اتفاق ترسناک برام پیش اومده. خب عجب با آدمایی ما بخواستیم چیز کنیم. بچه الان ویدیو ادیت داره دیگه نه؟ ویدیو ما این به بعد سعی میکنم با ویدیو با ادیت و فیلتر باشه. خب روشن شد درسته. چی شد؟ سبزه این پاستره بدون هیچ شکی. اینجا زمان شب بازی بدیم. پاستره بچه ما خب میخواه بهتون یادم چیزی کامگاز چت کنید. میایید میزنید روی اینجا. وقتی زدید میزنید روی ای دقیقه نتونستم بهتون یاد بدم. بعدی بهتون یاد میدم. حالا خدا این پاستر نیستیم. نه دیگه داداش این پاستر این دوتا این پاستر بودن. از این پاستر های گروفی دار آن رنگ قبلی مورا بگیم کله کچلمون یک تغییری بدیم. بله پادشاه شدیم. مثل تو هم داری گنگتر تیپ هم انگار. هم میدونم با چجوری توی امانگاز پیام بدید. خب برید توی قسمت پیام ها و ای بابا ما هر موقع میخوایم آموزش بدیم یه هم آقای شلم این دست من پاسه باشم باید ببینیم چی میشیم. آدم خوبه شدیم. از شما من این پاسه نشدیم. آدم معمولی شدیم. خود یک آدم معمولی شدم. ادیت روی اصلی میذارم. خب اینم از این. آقا دارم نه این دوبارم هم ترس که انجام ندادم باشه. چی؟ کوش بدنش بیرون بابا. ولکن مهم خوبیش نه که مردم و الان میتونم بهتون آموزش بدم. خب اول میاد اینجا رو میزنید بچه ها. خب اینجا الان مردم بهتر شد. الان میتونم بیاد برم. خب بعدش اینجا رو میزنید. چرا دارم چرت و پرت آموزش میدم.
یعنی میایید اینجا رو میزنید. وقتی بچه اونجا زدید چند تا گزینه میاره که هر کدومشون دوست دارید دوشون میزنید و میفرستید دیگه. همین. و الان بچه ها اینم از این. ای خدا پاسری بیشرف. اگه دوست دارید پیج آپارات هم بذارم حتما این ویدیو لایک کنید. تاکید میکنم لایک کنید اگه دوست دارید من ویدیو آپارات بذارم. خب پارت دو اینم از پارت دوه. هم گنگ نشد. پاسر باشه تو رو خدا ببینیم الان چی میشه. ببینیم چی میشه. واه یس ایمپاستر. فقط انشالله لو نرم. چقدر ایسکو قشنگ جلوشون زدم کشتم. وای نمیخوام لکسم لو بره. مثلا همینطوری بهشون خب مثلا این چیز بای برید مثلا توی چت مثلا نمیتونید بنویسید. مثلا میتونید برید روی مثلا یس میتونید بزنید. مثلا میتونید بزنید روی مثلا یس. اینجا یس هست. همین یس رو میزنیم و روی اینا میزنیم دیگه و بله فرستادیم یس. حالا نشد چون سر جایی چیز گرفتن. واه بالا من نرفتم بیرون. همینطوری مفتکی بردم. بریم دستی که بازی کنیم. یا بریم خود شخصیتم خودموشیم. بابا بکن بچه یکی اومده ویدیومو لایک کرده. اون دمش گرم. هر کس دمش گرم. ببینیم خدا شکر که این پاستر نشدیم دیگه دست بردیم این پاستر شدیم بهش. بریم و بریم بازی کنیم. بابا من دارم بازی میکنم یه دفعه زنگ میزنی. بابا من خواستم عوض آقا خیلی بیش دوره. من داشتم بازی میکرد یعنی اصلا آنجا میرفتم یه تسک انجام میدم. یه دفعه میای گوله رو میزنی ازت انتقام میگیرم. بیش شرف بهت رای میدم. بنویسم یس. خب بنویسم یا ابوالفضل چقدر رای دادن آخه مشکل بینم.
مریضی که منم بخارم دارم و همه جا میگیره بخارم مرسی بریم شبتونی. این الان بس کرد. بابا من پدرسگه هر روز چرا اینجوری کرد؟ کشت یارو کثافت پدرسگ خیلی لاشیه این پاستر بیناموس. واقعا خیلی پدرسگ بود و مرم. الان بس ببینم چند نفریم. 5 نفریم کلا. شروع شد با همین 5 نفرم. الان شدیم 6 نفر دیگه. با بازی شروع شد. الان شروع شد. توش چی شد؟ کسایی که میخوان که مثل ایجاد بفهمن ما به قلب و عربشون رحم میکنیم و واقعا بله. چرا بدن یارویی که یه سوالی که همیشه داشتم بگیرم از زمان که داشتم بریم سراغ ویدیو. آقا چرا قشنگ وقتی من میخوام برم بازی کنم اینه قشنگ برم روی زنگوله. قرآن نگفته سگ نجس مشکل اینجا. خب نه قرآن نگفته ولی روایت و اینا بندازنش بیرون. همین اینه که سر زمانی که قرآن بندازنش بیرون. میگم چه کاری وابستگی زیاد می‌بینی گفت بندازنش بیرون. اونجوری هم آدم وابسته میشه بهش. رو مخ میندازمت بیرون. رایم تویی. این پاسره دیگه وقتی قشنگ لحظه قشنگ چیز میکنه. این پاستر به خدا این پاستر آقا این پاستر اینو من میندازم بیرون. بندازنش بیرون. سگه داره آدم میندازه هیچ حیوانی هیچ آدمی نمیتونه بندازه. نگاه کن که 90% آدمایی که بچه خالی اینا بود دارن عاشق حیونا میشن با حیونا زدن این کار اصلا دیگه نمیتونن از این با آدم ها بغیر کنن. اینقدر عشقی که تو اونها هست توی آدم ها نیست. خدا بخاطر همینه که اصلا من میکنه و اینو میندازیم بیرون. این پاستر به تمام معنا این داداشمونه بندازش بیرون. طوله بندازش بیرون. چند دقیقه باید بین 20 دقیقه تموم شد. 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. بچه قرمز خیلی لاشی ها. وقتی من قشنگ میخوام برم کار انجام بدم واقعا خیلی آدم لاشی. خب یه دقیقه سکت شده نیست. سکت شد. خب این پاستر طوله من میخوام بیام با خب طوله هایی که میایید قشنگ وقتی من میخوام برم تسک انجام بدم میایید زنگو میزنید. بیشعوره. مگه مشکل دارید؟ مرض دارید؟ مشکل روانی دارید؟ مشکل داری بی‌ناموس ما داریم زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. گو میخوری فوش میدی. ای خدا. اینم از این ویدیو بود. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، ویدیو رو سابسکرایب کنید، زنگوله برقرار کنید تا ویدیو ندید. یه دقیقه وایسید تو ویدیو رو قطع کنم. میخوام بهتون
یک چیزه، یعنی اگه کسایی که این شاخهای من رو دوست دارن میتونم بیان از اینجا بخرم. هم نه ببینید، هم سیاه داره، هم سفید داره، هم قرمز داره. این شاخه رو هر کدومش میتونید بیاید از اینجا تهیه کنید و دیگه آره دیگه میریم بیرون. اگه از این ویدیو بیشتر دوست دارید پارت چند آمانگاس نه ویدیوی آمانگاس بذاریم، حتما پارت سوم آمانگاس بذاریم، حتما این ویدیو رو لایک کنید. به ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.